صحبت آخر رو که اصلا همینجوری نمیدم عینک رو زدم یا اصلا واقعا از ته دل گفتم بابا مگه چی میخوان این مردم بدبخت؟ خدا شاهد گرفتارن حاجی. دایرکت من اگر ببینی حاجی، دایرکت منو ببینین شده من پشت فرمون دایرکت خوندم انقدر حاجی قلب من آتیش گرفت، گریه کردم، نمیستم رانندگی بکنم. حداقل هفته یه بار این میاد حاجی. یه سری انسان ها یه سری چیزهایی بنده خدا انقدر توقع پایین. حالا اینی که میگم یه سری سری اینجوری میکنن اینا که اونورن، آره توقع پایینه، چون توقع بالا بره توقعشون بالاتر میره. چرا نره؟ مگه انسانه برادر؟ مگه ما اینا رو آوردیم تو این دنیا که باید به اینا بگیم چی برای تو خوبه چی برای تو بده؟ خدا جان اینو من میخوام واقعا تا 12 ماه دیگه این قضیه رو روشن بکنیم. من همینجا الان این صحبت کردم جلوی برای بچه.